بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم برای آموزش ناپکین ای آی. من مستقیم میرم سراغ سرچ ناپکین ای آی. من جلسه اول در مورد تنظیمات خود ناپکین توضیح دادم. حالا جلسه دومه، میخوام یه نمونه از کاری که خودم انجام میدم رو به شما آموزش بدم که بتونید ازش استفاده کنید. خب مستقیم وارد شدم تو ناپکین. صفحه خودمه. قبلا هم یه کارایی تو همون جلسه اول انجام دادیم، من یادتون باشه. من یه ناپکین جدید اگه بخوام بزنم، من روش الان کلیک کردم، 3 تا حالت برای من آورده. درافت ویت ای آی. مثلا شما فقط میدونید که با هوش مصنوعی میخواید در مورد مثلا قهوه روبوستا سرچ کنید، اصلا نه چیزی میدونید، نه سرچی کردید در موردش، هیچ کار انجام ندید، ولی میخواید خودش برای شما بنویسه و بعد شما شروع کنید گراف براش درست کنید. نمیدونم، یه کار کلاسیه، هر چی اسمش میخواید بذارید. مثلا استاد شما، معلم شما خواسته در مورد قهوه روبوستا سرچ کنید، یه فایل ورد با عکس و نمودار و گراف و نمیدونم تنظیم شده و اینها براش آماده کنید. خب شما تمام این کارا رو با ای آی همینجا براتون انجام میده. موقع بزنید رو این، با ای آی میاد در مورد اون موضوع برای شما سرچ میکنه، قشنگ یه متن کامل مینویسه. گرافا رو هم خودتون تیکه تیکه بهش اضافه میکنید، عکس هم آپلود میکنید به اون روشی که بهتون گفتم میذارید و میتونید از این قسمت شیرم پی دی اف تون رو دانلود کنید و بعداً بتونید ازش استفاده کنید. خب من میرم سراغ همین کار. اولین کار، پس 3 تا گزینه داره. یه بلانک که اگه برید یه صفحه خالی برای شما میاره دیگه، میتونید از جاهای دیگه برید کپی پیست کنید. یه ایمپورت فرام فایل، میتونید از فایل‌های مختلفو بیارید توش باز کنید. یکی هم درافت ویت ای آی. من اولی رو انجام میدم، شما دیگه اینا رو خودتون انجام بدید. چون مثلا بلانک ناپکین، یه ناپکین خالیه، مثلا شما اینجا میتونید برید از یه جا یه فایل رو یا یه متن رو بیارید اینجا کپی کنید، یا اصلا خودتون شروع کنید نوشتن. یه همچین چیزی برای شما آماده کرده. ولی مهمترینش همین ناپکین درافت ویت ای آی. من الان زدم، میگه شما میتونی در مورد اون موضوع بیای بری خودت با هوش مصنوعی یه چیز درست کنی. من نوشتم چی؟ نوشتم فارسی، بذار بنویسم که بدونید فارسی هم کار میکنه. روبوستا مثلا. حالا من خیلی اطلاعات چندانی هم در مورد قهوه ندارم، ولی به هر حال قهوه روبوستا. ببینید خودش اومده نوشته، آیکون قهوه هم آورده اینجا، مزایای قهوه، معایبش، کاربردهای قهوه، مناطقش، فراوری روبوستا. اومده قشنگ از هوش مصنوعی تو قسمت‌های مختلف سرچ کرد، یه نتیجه‌گیری هم انجام داده. می‌بینید عنوانا رو قشنگ با حالت بولد و عدد بزرگتر، اندازه بزرگتر گذاشته. اینجا همینجور اومده یه آیکون گذاشته که شما میتونید این آیکون رو تغییر بدید. اینجا بذار من اینو برم روش، میتونید اینو بذارید، مثلا میتونید اینو بذارید، میتونید اینو بذارید. مثلا اینا، این قهوه است دیگه، قهوه 0%. مثلا این آرم قهوه است، این آرم قهوه نخوریده، نمیدونم هر چی. شما میتونید اینو همینو بذارید، بعد روش بزنید، مجدد روش بزنید، بیاید مثلا شکلش رو عوض کنید. حالا مثلا این رنگیش کنید دیگه. میتونید آیکونا رو خودتون بر اساس اون بسازید که الان من کار با این ندارم. شما زمانی که میرید متن رو میخونید، میبینید هوش مصنوعی برای شما نوشته قهوه روبوستا گونه ای از قهوه است که دلیل طعم قوی، تلخی بالا، محتوای کافئین بیشتر نسبت به قهوه عربیکا شناخته شده است. خب یه همچین چیزی. این نوع قهوه که به طور عمده در مناطق گرمسیری آفریقا، جنوب شرقی آسیا و برزیل کشت میشه، به دلیل مقاومت بالا در برابر بیماری‌ها، شرایط آب و هوایی نامساعد، از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب و اینا هم می‌پردازیم. کنارش نگاه کنید، حالت جرقه مانندیه. کافیه فقط روی این جرقه ماننده بزنید. اینجا زیر شروع می‌کنه دون دون شدن برای اینکه یه گرافی برای همین 3-4 تا خط برای شما درست کنه. یعنی شما علاوه بر اینکه متن رو خودش براتون آورد، به محض که روش بزنید با همین محتوای اینجا برای شما شروع می‌کنه گراف ساختن. یعنی به صورت نیمه هوشمند برای شما این گراف‌ها رو هم تهیه میکنه. پس شما عنوان نوشتی، متن هم خودش برات نوشته، آیکون هم درست کرده، اومده یه همچین چیزی برای قهوه هم درست کرده، به عنوان گراف اینجا گذاشته. معایبش رو گفته، مزایاش رو گفته و اولین حالتش اینه. من از این شکل خوشم نیومد، میخوام مثلا یه همچین شکلی، یه شکل اینجوری برام بیاره، یا یه شکل اینجوری برام بیاره، یا یه گراف این شکلی برام بیاره،
یه گرافی بیاره که حالت مغز مانند باشه، 0% نمیدونم فلان، آیکونم برای همشون آورده، یعنی یه چیز کامل یه همچین شکلی میخوام برای شما بیاره. این برای گرافیکال ابسترکت هم فوق العاده است که بعدا میتونید ازش استفاده کنید عزیزان محقق. این از این. مثلا فرض کنید اینو انتخاب کردید، حالا من قشنگ نیست ولی مثلا فرض کنید اینو انتخاب کردید، علاوه بر این که این انتخاب میکنید، اونجا بود سمت راست بالا اینجا بهتون گفتم استایل رو مشخص میکنه، رو خود اینم بیایید استایل رو روش بزنید برای شما مشخص میکنه، میگه کدوم استایل رو میخوای، رنگیه رو میخوای، اینو میخوای، مثلا این یکی رو میخوای، من از این بیشتر خوشم اومد، از این رنگی خوشم اومد، مثلا این همچین شکلی. خب بعد من میخوام مثلا اینو روش کلیک کنم، این قطر این خطه رو مثلا بزرگتر کنم. میتونید روی این آیکونه بزنید تغییرش بدید، میتونید شکلش رو تغییر بدید، رنگش رو تغییر بدید، همه اینا رو میتونید تغییر بدید. میتونید روی این بزنید، روی این متن بزنید، متنش هم تغییر بدید. ولی به هر حال یه همچین چیزی برای شما میسازه. دوباره میاد رو ویژگی قهوه، رو ویژگی قهوه بیاید میبینید همه این متن رو با هم دیگه آورده، دوباره روش میتونید بزنید و برای شما مجدد همون کار رو برای این چند خط انجام بده. یعنی ویژگی‌های قهوه رو استاد، طعم و عطرش، کافئینش، اسیدیتش، بدنش، مقاومتش، قیمتش، میاد دوباره یه شکلی گراف برای شما درست میکنه که میتونید استایلش رو، نوع گرافش رو همه رو مشخص کنید. تعداد گرافایی که میتونه درست کنه خیلی زیاده، یعنی این قسمت پایینشون اگه بیاید 5-6 تا هست، بعد مور بزنید دوباره یه گروه دیگه برای شما میاره، دوباره یه گروه دیگه برای شما میاره و خیلی گرافای قشنگی داره. نگاه کنید الان اینو آورده روبوستا کافی. اجازه بدید که بیاد اینا رو آورده، بعد یکم صبر کنید تا لود بشه دیگه. رو هر کدوم برید میبینید سریع برای شما استایلش هم میخواد مشخص کن دیگه. بعد از یه مدت که کار کنید خودتون میدونید کدوم استایل و کدوم گراف خوشتون میاد دیگه. یه جورایی دم دستتون همیشه هم میرید سراغ همون استایل و همون گراف و همون حالت مختلف. البته هر متنی یه گراف خاصی لازم داره که به نظرم بهتره که الان نگاه کنید. من الان اومدم این گراف رو ندیده بودیم، اومدم پایین تر یه گراف دیگه، این گراف اینجا عربیکا روبوستا، میاد پایین تر یه گراف دیگه، اینجا نگاه کنید یه مور داره، میبینید بازم پایین تر، بازم پایین تر، گراف های دیگه، گراف های دیگه، گراف های دیگه، همینجوری گراف داره. الا ماشاءالله گراف داره. من الان اینو میبندم که ببندینش هم دوباره برمیگرده حالت قبلی، یعنی دیگه شما تصمیم گرفتید برای اینجا گرافی درست نکنید، ولی این گراف هنوز سر جاشه. این گراف هم میتونید از اینجا رنگش و اندازش و مثلا این الان 1:1 شما میتونید این اندازه ببرید، اندازه ها رو هم فرق بدید، میتونید استایلش رو تغییر بدید، دوباره اینجا هم تغییر استایل داره، میتونید اینجا دوباره آپدیتش کنید، دوباره یه شکل دیگه براش انتخاب کنید و یه برنامه فوق العاده است. به نظرم این ناپکین دورم نگاه کنید که بتونه برای شما یه دفتر یادداشت هوشمند خوب و جالب باشه و خیلی کارا رو برای شما بتونه انجام بده. موفق باشید تا